یکی بود یکی نبود. در یکی از روزهای پاییزی روباهی برای یافتن غذا از لانه‌اش به سوی جنگلی که در آن حوالی بود به راه افتاد. در این وقت از سال همیشه یافتن غذا برای حیوانات مشکل می شود. در آن نزدیکی ها مرد چوپانی سفره غذای خود را پهن کرده بود. اما زاغی که در کمین نشسته بود پیش از او خود را به سفره رساند و قالب پنیر را به منقار گرفت و به سرعت پرید. این ماجرا از چشم روباه پنهان نمی ماند. پس شروع به تعقیب زاغ می کند. روباه گرسنه برای به چنگ آوردن پنیر نقشه می کشد و به آرامی خود را به پای درخت می رساند. روباه شروع می کند به تعریف کردن از زاغ، از رنگ سیاه و پر و بال قشنگ او و از او می خواهد با خواندن آوازی زیبایی خود را بیشتر نشان دهد. کلاغ که چوپان را گرسنه گذاشته بود خودش هم گرسنه ماند و روباه همانطور که پنیر را در دهانش مزه مزه می کرد به امید یافتن یک لقمه چرب و نرمتر به راه می افتد. روباه با زرنگی میگوید: سلام پوروس جان، نترس، من و پدرت از دوستان قدیمی بودیم. چه صدایی داشت، یادش بخیر. بگو ببینم، تو هم میتوانی مثل او بخوانی؟ پوروس برای اینکه نشان دهد چیزی از پدرش کم ندارد چشمها را بست و شروع به خواندن کرد. بستن چشمها همان و طعمه شدن همان.
تا به سرعت راه خانه را در پیش می‌گیرد. خروس با شنیدن صدای سگ و ترس روباه فکری به ذهنش می‌رسد و می‌گوید: آقا روباه، حالا که مرا گرفته‌ای بهتر است با صدای بلند به آن سگ بگویی که این خروس متعلق به ده شما نیست. باز کردن دهان همانا، گریختن طعمه همان. روباه بیچاره در راه بازگشت به خانه دائم به این فکر می‌کرد که او با آن همه مکاری چطور فریب خروس را خورده است.